سلام دوستان، توی برنامه PLC ABB یک موتور الواتوره به تگ 020 و یک سیگنال جریانیه. میخوایم ببینیم که چرا سیگنال ما بلاک هست در حالی که جریان صفره و موتور هم در وضعیت ران نیست. بریم توی صفحه دوم این سیگنال جریانی و بررسی کنیم. میبینیم که قسمت لیمیت های مربوط به های 1 های 2 جریان و بقیه اعداد ما یک بلاکی اینجا کنار این تجهیزات داریم. در واقع لیمیت های ما بلاک هستند و این مقدار 65 روی حالت های 2 توی برنامه ما اعمال نمیشه. حالا بریم ببینیم که این بلاک ها برداشته میشه و یه نکته هم بگم که کفایت میکرد که ما این اینترلاک رو فقط برای H2 بذاریم و برای سایر تجهیزات لازم نبود که این هم توی برنامه اصلاح میشه. اما بریم ببینیم که توی برنامه و توی لاجیک چه خبره. اینجا میبینیم که برای باکت الواتور ما یک تی آن دیلی داریم به میزان 10 ثانیه پس از ران شدن باکت الواتور 020 و میاد چیکار میکنه؟ میاد جریان مربوط به همین الواتور رو لیمیت انیبل میکنه. یعنی در واقع توی اون 10 ثانیه اولی که این موتور استارت میشه و جریان راه اندازی بالایی داره، از مقدار های 2 جریان چشم پوشی میشه و بعد از 10 ثانیه که موتور به حالت استیبل قرار گرفت و جریانش به حالت نرمال برگشت، اگر که اون موقع جریان بکشه باعث توقف موتور خواهد شد. ممنون که با ما همراه بودید. اگه سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید. تا ویدیوی بعدی موفق باشید.